گسترش فعالیت مقاومتگران در برابر طالبان در بدخشان. قاری فصیح الدین به بدخشان رفت. ادامه کارزار توقف نسل‌کشی هزاره‌ها. گردهمایی‌های اعتراضی همچنان در شمار از کشورها جریان دارد. هشدار سازمان حفاظت از کودکان در مورد وضعیت صحی کشور. سازمان حفاظت از کودکان میگوید که افغانستان در آستانه فاجعه سلامت روانی قرار دارد. و حملات هوایی روسیه بر پایتخت اوکراین ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آموج نیوز خوش آمدید. به دنبال گسترش فعالیت نیروهای جبهه مقاومت در بدخشان، قاری فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به این ولایت رفته است. وزارت دفاع طالبان روز گذشته یکشنبه هفته میزان در خبرنامه گفته است که آقای فطرت طی سفر کاری به بدخشان رفته و از فرقه 219 عمر ثالث دیدن کرده است. سفر رئیس ستاد ارتش طالبان به بدخشان در حالی است که فعالیت‌های نیروهای جبهه مقاومت در این ولایت گسترش یافته است. در همین حال منابع به آموج میگویند که فرمانده به نام بهرالدین در کوههای شیوه بر ضد طالبان پرچم بلند کرده است. 3 روز قبل نیز 20 جوان مسلح با جبهه مقاومت در کوهستان پیوسته بود. از سوی هم جبهه مقاومت هفته گذشته ادعا کرده بود که نیروهای این جبهه ولسوالی شوکی در این ولایت را برای ساعات به تصرف خویش درآوردند. در ادامه اعتراضها به حمله بر مرکز آموزشی کات، شمار از شهروندان افغانستان در شهر کالگری کانادا گرد هم آمدند و شعار نسل‌کشی هزاره‌ها را متوقف کنید سر دادند. این اعتراضات در شمار از شهرها و ایالت‌های امریکا و تعداد دیگر از کشورهای جهان نیز برگزار شد. معترضان خواستار شناسایی نسل‌کشی هزاره‌ها شدند. مطابق فراخوان روز شنبه 16 میزان برابر با 8 اکتبر در ده‌ها کشور و شهرهای جهان در اعتراض به آنچه که نسل‌کشی هزاره‌ها خوانده میشد تظاهرات برگزار شد. نسل‌کشی هزاره‌ها را متوقف کنید شعار اصلی این اعتراضات بود. امروز در کنار هموطنانم اینجا در شهر کالگری کانادا جمع شدیم تا علیه نسل‌کشی هزاره در افغانستان صدای خود را بکشیم. از شما می‌خواهیم که ساکت ننشینین و کوچکترین حرکتی که میتونین، حمایتی که میتونین از این کمپین داشته باشین، هشتگ بزنین و در تظاهرات اشتراک کنین، صدایتان به جهانیان برسانید. ما میخوایم که صدا به جهان و به نهادهای مسئول بین‌المللی برسد تا نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان متوقف گردد. سازمان بین المللی حمایت از کودکان روز دوشنبه هشدار داد که افغانستان در آستانه یک فاجعه بهداشت روانی قرار دارد، زیرا بحران اقتصادی و چندین دهه درگیری آسیب خطرناک بر رفاه روانی کودکان وارد کرده است. این سازمان گفته است که از هر 4 دختر یک دختر علائم افسردگی یا اضطراب را دارد. سازمان حفاظت از کودکان روز دوشنبه با نشر گزارش تازه‌اش گفته است که کودکان در حالی که بحران رو به وخامت افغانستان را تحمل می‌کنند تحت فشار عاطفی و روانی فزاینده‌ای قرار دارند. به گزارش این سازمان از هر 4 کودک و بزرگسال تنها 1 نفر درمان فوری مورد نیاز خود را دریافت می‌کند. سازمان حفاظت از کودکان هشدار داده است که بسیاری از آنها ممکن است بهبود نیابند و با عواقب طولانی مدت روبرو خواهند شد. این سازمان گفته است که اکثر کودکان و بزرگسالان به خدمات صحی دسترسی ندارند، زیرا در مناطقشان خدمات صحی موجود نیست. بر اساس این گزارش کودکان شبها گرسنه خواب می‌شوند، مکتب‌های خود را رها می‌کنند تا برای حمایت از خانواده‌های خود کار کنند. شمار از خانواده‌ها به سازمان حفاظت از کودکان گفتند که به دلیل خشونت‌ها و فشارهای مالی تغییرات در رفتار کودکانشان به وجود آمده است. به گفته این خانواده‌ها گریه‌های غیر قابل کنترل، کابوس، پرخاشگری و خودآزاری از تغییرات عمده‌ای است که در رفتار کودکانشان به وجود آمده است. رسانه‌های بین المللی گزارش دادند که شهر کیف پایتخت اوکراین آماج حملات هوایی روسیه قرار گرفته است. اسوسییتد پرس گزارش داده که حمله‌های پی هم بامداد روز دوشنبه 10 اکتبر بر پایتخت اوکراین ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. ویتالی کلیچکوف شهردار اوکراین گفته که از انفجارها در منطقه شوچنکو ساحه وسیع در مرکز کیف که شامل شهر قدیمی است و همچنان چندین دفتر دولتی گزارش شده است. روستیسلاو اسمیرنوف مشاور وزارت امور داخلی اوکراین گفته است که در یکی از این حملات دست کم 8 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال رسانه‌های اوکراینی گزارش دادند که حملات هوایی روسیه بر مناطق دیگر کیف از جمله شهر لو که پناهگاه بسیاری از شهروندان اوکراین است و همچنین خارکیف، ترنوپیل، خملنتسکی، ژیتومیر و کوروپیونتسکی نیز انجام شده است. حمله‌های روسیه بر پایتخت اوکراین پس از آن آغاز شده است که روز شنبه همین هفته پل وصل کننده کریمیا بر روسیه آماج انفجار قرار گرفت. روسیه این انفجار را تروریستی خوانده و استخبارات اوکراین را مسئول آن دانسته است.
در همین حال جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از چاشت روز دوشنبه در توییت گفته که عمیقاً از حملات روسیه بر غیر نظامیان در کیف و دیگر شهرهای اوکراین چوکه شده است. بورل با محکوم کردن این حمله گفته است که چنین اقدامات در قرن 21 جای ندارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنان از کمک‌های نظامی بیشتر به اوکراین خبر داده است.